500,000 تومنه و این 70,000 تومنه. چون این خارجیه و این ایرانیه. فرق قیمت دارن. ولی این خوشمزه تره برام. از کجا میدونی؟ مگه تو تا حالا خوردی؟ M&M ممنی. این چیه دسته؟ این یه شامپاینه، اینم لیموناده. لیموناد قطعا بهتره. چیزا شبیه هم بود، ما خریدیم با هم مقایسه. ما رفتیم محصولات خارجی رو خریدیم و دقیقاً نمونه ایرانیش هم پیدا کردیم و قراره با هم مقایسه کنیم آیا واقعا میارزه 10 برابر بیشتر پول بدی یا نه. اول از همه از کدوم آیتم شروع کردیم؟ نماینده و سکاندار کیک‌های ایران میتونه نمونه خارجی داشته باشه. این میبره کلیچه نادری. قیافش شبیه خر شرک شد. یه دور دیگه تو دوربین نگاه کن به کلیچه نادری. کلیچه نادری. خر شرک. کلیچه نادری. از کیک‌های خارجی دوستان ایرانی با خارجی چرا کلیچه نادری و آقا کلیچه نادری براش خارجی بیار؟ نداریم. یه کیک خارجی با پیدا کنیم. چیز کیک. این 100 خارجیه. آن استانداردش. بابا اینا بازاریابی خارجی‌هاست. کیک خارجی نداریم. امیدوارم عیاشی کیک خارجی داشته باشه. آقا از اونجایی که تو یکی از خفن‌ترین هایپ ها ممنتو دوباره در مغازه عیاشی. چرا میایم عیاشی؟ برای بار 1000 میلیاردم 581 دلیل داره. ما رفته بودیم و هایپر مارکت خفنه گفتیم رقیب معینی پول کیک خارجی داری؟ گفت نه. عیاشی گفتیم خدای عیاشی کیک خارجی داری؟ گفت آره میز وسط. این کیکه دیگه. کیکه عیاشی. این چنده حدوداً؟ 70,000 20 تومن. این 70,000 پس این میزنه. تو میتونی با 70,000 تومن 3 تا از اینا بخوری. آقا قبلش من یه چیزی بگم. ما توی محیط باز پر از موتور آدمی. رد شود. اومدیم جای خوب و ساکت. یه عالمه آدم دارن بازی میکنن، یه عالمه موتور رد میشه. یه جوری نگاهمون میکنن انگار مثلا یه دزدی روانی چیزی هست. نه ما چیزیم، یوتیوبریم. ما آدم‌های با شخصیتی هستیم. ما الان داریم زحمت میکشیم، ما داریم کار میکنیم. آقا آیتم اول شاید خفن ترین کیک ایران معینی پور. البته شیرینیه ولی خب معینی پور رو همه خوردیم دیگه. من الان دلم نمیخواد معینی پور، دلم میخواد اینو بخورم. شما به نظرم معینی پور رو بخوری، من اینو میخوری؟ معینی پور میخورم. برای پرستی تا کی، خود تخیری تا کی. بیا اینو نشونتون بدم. این کیک کیندره. خب شیپ عجیب. بذار توشو وا کنم. دقیقاً احساس می‌کنم تیتاب خودمونه. من اینو خوردم. خیلی خوشمزه. حالا یادم اومد. من بخور. کیک کیندر 70,000 تومنه، معینی پور 20 تومنه. میارزه 3 تا معینی پور نخوری یه دونه اینا بخوری؟ میارزه 3 تا معینی پور بخوری. واقعا معینی پور بهتر. اصلا شکلات لای معینی پور از شکلات وسط کیندر هم خوشمزه تر. این بین شکلات نداره، این بینش یه آب سفید داره. آب سفید؟ نمیخوام بدونم کرم سفید. چرا نمیگی یه کرم سفید؟ آب سفید؟ بیا بخور. نمیخورم، آب سفید توش داره. نمیخورم. به عرفان میدم بخوره. داریوش چی؟ داریوش معینی پور هست. چرا بین فیلم بردارات فرق میذاری؟ تو عین همون احمد میمونی. برو به هر کی میخوای توجه کن. معینی پور نبرد. مگه معینی پور نبرده؟ خب حیف بود. 70,000 تومان بود. بهتره به داریوش افتاد. آقا داریوش بیسکویت ترد. این دقیقاً بیسکویت ترده. من از این متنفرم. تو فلفلیه؟ نه ببین من تغذیه بچه‌ها رو تو مدرسه ازشون میگرفتم. خب و بعضی وقتا که اینا رو داشتن خیلی می‌خوردن. چه مدرسه‌ای میرفتی که توش بیسکویت خارجی می‌خوردن؟ نه از اینا که نه، اون ترده ها. اونا رو هم تو لاشخوری می‌کردی؟ خیلی بد بود. آبدار نبود میدونی؟ کاکائو نداره. لاشخور. اون رفیق لاشخورم تو مدرسه بیسکویت ترد از دست بچه‌ها می‌گرفت. تو نمیگرفتی؟ من قد و هیکلم بزرگ بود، کسی بدون اجازه من نمیتونستی چی بخوره. من از اینا هم میگم. واقعا قلدر مدرسه بهت می‌خورد. ببین این قد و هیکلش گنده بود. یه گاز می‌زدیم فرار می‌کردیم. گاز می‌زدین فرار می‌کردی. آره لقمه شد. از گنده ها گاز می‌زدی در می‌رفتی؟ این دوتا خارجی ان. این نوستالژیه. این دقیقاً کپی اینه. حتی بسته‌بندی و ایناش هم حدوداً یه شکله. الان این که اصلا این ایرانیه. خب این چی؟ اینم ایرانیه. این دوتا خارجیه. به نظرم اینو بریم. نزدیکترینه. این با طعم گوجه است با جعفری. این مزه پیاز و ماست. اول از همه خارجیه رو باز کنیم. بسته‌بندی این افتضاح هیچی نداره. لخت رنگ و رو رفته است. همینو باید بخوریم. بوی چیپس میده. بد نمیاد. یا جعفریه. فقط خوشمزه است. مزه یه چیپس خیلی خوش‌طعم میده. خیلی باحاله. تو رو خدا ایرانیش هم همینجوری باشه. اگه اینجوری باشه. خلفته یه لحظه احساس کردم یه آدم که توی اسکاندیناوی به دنیا اومده با یه آدم که تو آفریقا کارگری میکرده کنار هم. ببین ان شاءالله ذاتش خوشمزه باشه. نجات پرست یعنی چی؟ آفریقا هیچ بویی نمیده. اون بو میداد. این بوی چرا خوشگله. اون حال میداد. حال میداد واقعا. بیسکویت خوبی بود. اینو بذار ببینیم تورت چجوریه. تورت چیز خوبی بود. بچگی می‌خوردیم. این تورت کلاسیکه، نمکیه. ببین بیا. نه خلوف نه. بچه‌ها خواهش میکنم اینا رو نخوریم.
چون دیگه تورت حال نمیده. ببین اینا رو نخورید. ببین قشنگ دو برابرشه. اینو باز کن، اینو باز کن. بذار فلفلی خارجیه چجوریه؟ چیه ببینمش. توش خوشگله. بوی چیپس میده. اینقدر خوبه؟ آقا خوبه. چرا؟ خیلی اصلا میچسبه. بی‌نظیر میشه باش. خوردی؟ مزه چیپس میده بچه‌ها. بخورش. خیلی خوبه. بچه‌ها بهترین بیسکویت دنیاست. توک بریم بخریم. اینو بیشتر دوست به جهنم اینو بریم بخریم. خیلی خوبه. این چیه؟ بابل ترابل. این خارجی هم داره؟ ایرانیه. نه این خارجی هم داره. بابل ترابل. بغلش چیه آدم خارجی بابل ترابل خارجی. بایودنت ابله ایرانیه. خب اینو نتونستیم موفق نشیم. ولی من یه آدامس دیدم. اینو کلا آدمای پولدار خفن با کلاس درست حسابی آدامس 5. چرت پرت. آدم خفن با کلاس ایرانی شیک می‌خوره. نه شیک واقعا شیک نیست و اکشن. این دوتا رو هم به نظرم خوبه با هم دیگه مقایسه کنیم. سبد رو بیار. چیه؟ این قند مصنوعیه، چیزیه که تو هیچ وقت آدم ایرانی رو برداشته با آدم خارجی خب آدامس ایرانی چی خوبه؟ ریلک شیک. آقا یه سوال یه لحظه بیا این چیه نگاه کن. زیرش از اینا داره. بابا اینو فشار نده، این قند مصنوعیه. بیادب. بده یه دونه از اینا بگیریم. گوریل آرمی. گوریل آرمی قند مصنوعی میخوره. آره دیگه قند واقعی. که دیابت نگیره زودی بمیره. نوتولا. آره. یه جوری گفتی نوتولا انگار مثلا یه کاراکتره. نوتولا. نوتولا دیگه نشی. دنبال چی میگردی؟ پیداش کردم. بایودنت که ایرانیه. بله بایودنت 100 ایرانیه. با 5 مقایسه. بگیریم ببینیم کدوم. آره کاملا شبیه هم. بریم مقایسه کنیم. بچه‌ها یه توضیح بهتون بدم. ادی خیلی فن آدامسه. من فن آدامس اکشنم. تو اتاقش بسته‌های ایستاده باریک آدامس اکشن رو کلکسیون میکنه. بوی بدی هم میدن. الان این ایرانیه؟ نه این 5. جوری میگه 5 انگار مثلا اسمش بابا این 300,000 تومان پولشه. چوکوفسکیه. خفه شو این 300,000 تومان پولشه. 300,000 تومان پولشه. آجی پولدار اینا. 200,000 تومان پول آدامس برای چنده؟ میگم 60 تومان. 200,000 تومان و 60 تومان. 60 تومن هم واقعا زیاد. آقا بایودنت یه چیز خفن داره. بایودنت روزو توضیح بدم. برای افرادی که نابیناهند با خط بریل نوشته براشون که آدامس چیه. بخون. نه ببینم. آره واقعا نمیشه نه. ببین نه. آره نمیشه نه. خیلی جالبه. یه لحظه شک کردم. یه لحظه یه دو تا نقطه آره. جابجا بود پشت خار مادر آره، میشد. دقیقاً. خیلی بچه‌هایی که خط بریل رو اختراع کردین من ازتون درخواست دارم کلمه نعنا و کلمه فرق یه دو تا نقطهشو فرق بذاریم بینش. آدامس بایودنت این شکلیه. بسته‌بندیش که خوشگله. خیلی خوشگله. چرا فقط نصف؟ یه دونم من برمی‌دارم. کربن فعال داره دندوناتو سفید میکنه. این تو هم از می‌خوری؟ اینجا به پایین سیاه پوسته. بالاش سفید. ذاتاً سیاه پوست آدامس بایودنت. جالب شد. یا کامل بخوریم؟ من 1000 دفعه نصف می‌کردم. تغییر. خوبه. خیلی خوبه. آقا این ما مال تو- کیه؟ ما شما بفرما. ما تو 30 ثانیه اول که لذت بردیم. بعضی چیزا هست بعد 30 ثانیه حال میده. نه ببین لذت اصلی همون 30 ثانیه است. کجا 30 بقیه‌اش ثانیه؟ دیگه بعد قرص اینا چیز کنیم حال نمیده. آره اصلا اونجوری اصلا کیفیت بچه‌ها آدامس 5 رو بده. بچه‌ها بسته‌بندی 5 رو ببینیم. سیده بچه‌ها 5 سیده. خدایی بزرگتره. با تکسچر روشو ببین میتونی 5 رو ببین. آره خیلی خیلی 5 خوشگله. در زاویه‌های تو نور. مختلف ببین. بیا. لذت بردم. بذار وا روشم ببینم چند تاست. روشم تکسچر کف خیابون داره 1 ببین. 2 3 4 5 6 تا 12 تا تو اینه. ببین خط بریل نداره. 15 تا تو اینه. حاجی تا تنده. انگار آدامس اوکالیپتوس داری میخوری خیلی تنده. چشام داره میسوزه ولی خنک میشی. تا اینجا هم خنک شد. زندگیم خنک شد. خیلی فرق داره. دیدی گفتم تو همون 30 ثانیه اول من آدامس خوب خودش فکر نشون میده. می‌کردم عین همدیگن. اول یه چک میزنه تو صورتتون آدامس 200,000 تومانی، بعد میگیرتتون میبرتتون اون پشت یخ میریزه رو بدنتون کامل. عشق اینه که یه روز تابستون یه آدامس خفن دقیقاً بزنی عشق بالا. الان بود. هوا خوب. اصلا یهو زمستون آره، شد. اصلا یه فوتسال حالش خوب. خنک‌تر شده. آقا 200,000 تومان میارزه یا نه؟ نه دقت کن 15 تا توشه 12 تا توشه. نه گنده تره. الان که دارم میجوام بعد از 1-2 دقیقه مزهش میشه مثل این. آفرین 2-3 یعنی دقیقه برای- میجویی تازه میشه اول این. فکر کنید قیمت وجود نداره. اون موقع چی بهتره؟ من اینو میکنم تو اینو من هر روز صبحونه نهار شام میذارم لای نون میخورم. اگه خواستید آدامس بخورین
5 6 تا از اینا رو همزمان بکنین تو دهنتون مزه اینو میده. موگو خارجی بعد موگو خارجی بعد روش از اینا داشته. موگو چیه؟ چیه؟ روش میگه. موگو چیه؟ ببین یه نوشیدنیه توش گینگلی های شناور اینو داره. آفریقایی چیه درست الان؟ میکنن. چرا؟ اسمش موگوه. هوکا. آقا نمونه موگو میشه این دقیقاً. تخم شربتی اینو ایرانی. آفریقایی درست میکنن سفیده. آفریقایی درست میکردن سیاه بود. خب برای همین سیاه شدن دیگه. او اینشون در اومده سیاه شدن. لعنت بهت. آقا موگو با نوشیدنی تخم شربتی ایرانی. ما می‌خوایم بریم آیتم بعدی رو تست کنیم. من دلم نمیاد این آدم سر رو بندازم تو. اشکال نداره. داریوش این به هیچ چی تو زندگیش نه نمیگه. آقا موگو با اولد مس. آره فقط یه مشکلی هست. فقط موگو چیکار میکنی؟ دارم میبینم چرا با خط بریل روی ننوشتن چی داره؟ شاید سیاپوستای تو نابینا نیستن. چه ربطی داره؟ خودت گفتی اینا سیاپوست. ببینید یه چیز گوگلی روشه. آقا ما یه مشکل داریم. این از نارگیله، اون از لیموه. یعنی صرفا شعور ما این بود که اینا یه شکلن. اصلا نگاه نکن طعمش با هم فرق داره. کیه؟ بوی نارگیل میده. بیا تو بزن. بقول. من موگو دوست دارم. من معدم به غیر از موگو حساسیت. حمایت از نظام سرمایه‌داری سفیدپوستان. خیلی بدمزه است. شاید شما تا حالا دستشویی یا حمومتون رو با جوهر نمک نشسته باشین، ولی اگه شسته باشین اون اسیدو که میذاری 20 دقیقه بعد برمیگردی بشوری یه گازی بلند شده بو میده میسوزونه. آره. موگوی لیمو مزه اونو میده. باز این از اون بهتره. ببین اون چقدر بده. حاجی این خیلی بده. این خیلی بده. چرا جدی مزه جوهر نمک میده؟ جدی مزه جوهر اینو نمک خوردی؟ میده. اینو بخور. این افتضاح تره. نه این افتضاح تره. این مزه جوهر نمک، این مزه بدی آقا میده. مزه توالت میده. بابا من اینو این میتونم مزه توالت بخورم. در حال شسته شدن میده. اینو آقا من مزه میتونم. خود توالت میده. اینو میشه خورد. اینو نمیشه خورد. آها اگه اینو بریزیم روی شاید بشه. میخوای بله. ترکیب کنی؟ بله. واقعا میخواین ترکیب؟ آها توالت شستشوی توالت. ترکیب طلایی. منطقتانه. عزیزم. سیفونمو بکش. بچه‌ها انقدر بزرگ بود گیر کرد. بعد یه آفتابه بیرون. این دوتا رو به نخرید. هیچ عنوان خیلی بد. موگوی خارجی گرون اینم و از این تخم شربتی ایرانی‌های گلدن ارزون رو مکس. نخرید. دبی بالاخره یه سایز دبی چاکلت پیدا کردیم که بشه خورد. آره تو دهنمون جاشه. خارجیه؟ و هیچ ایرانی روش ننوشته و عیاشی یه چیزی یادم داد. گفت کدش اگه مثلا مال یه جا دیگه باشه با یه عدد دیگه شروع میشه. کد میدونم ایران با چه من عددی میدونم کد نمیدونم ایران چند؟ من میدونم ترکیه یکه فقط همینو میدونم. دوستان نمونه ایرانی دبی چاکلت چیه؟ این نیست مگه؟ این خارجی ابله. ایرانیشو میخواد. این چه بسته‌بندی ایرانیه. بابا این ایرانیه. این خارجیه. ببین کاملا این خارجی. ترکیه. این ترکیه. نه جدی ترکیه. میریم دبی چاکلت ایرانی پیدا بابا می‌کنیم. ترکیه. من احساس میکنم این ایرانی آجی این شبیه شیرین عسلاست. بابا ایرانی نیست. من میگم ایرانیه چون بسته‌بندیش بده. تا کی خود تحقیری؟ قبول کن دیگه. برو. قبول بیادب. نمی‌کنید دیگه. آقا دارم تست می‌کنم ببینم ایرانی یا نه. نمونه ایرانیشو پیدا کنین. این خارجیه. این خارجیه. به نظر من خب به جز بسته‌بندی شکلات و اینا تنها خب. چیزی که ایرانیش خوبه دخترای ایرانی. قبول لایک. آیتم جدید اومده بچه چیه؟ شکلات دبی بار شکلات ایرانیه یا خارجی؟ کیک اومدن با شکلات دبی سواحل هوایی هست. آره. این مال کجاه؟ ایرانیه یا خارجیه؟ ایرانیه. خوشمزه است. آقا خارجیشو خریده بودیم. این ایرانیشه. اسقر نوتلا. اکبر نوتلا کدوم قیافه‌شو بگی. قیافه‌شو یه لحظه بیا اینجا. اکبر نوتلا، اصغر نوتلا، اسد نوتلا. وسط نوتلا که نه نوتلا. نوتلا نه نوتلا. آقا شکلات دبی هم پیدا کردیم. عالیه. الان فردای اون موقعی که ما این دبی چاکلت رو گرفتیم شب نشد. الان روزه. برقا رفته. دبی چاکلت دادی دیروز. ما اونو گم کردیم. ما اونو گم کردیم. اول خارجیش. این به نظر کلوفتر میاد. ایرانی همیشه کلوفتره. چه خوشگله خارجیه. خیلی خوشمزه است. خیلی خوبه. من الان مزه دبی چاکلت رو فهمیدم. ببینیم ایرانیش چجوری. بچا مزه پسته رو کاملا میتونین حس کنی. آقا ایرانیش اینجوریه. کفش کیک داره. خارجیش چند؟ ایرانیش چند؟ جفتشون خوبه ها ولی خارجیش باحال‌تره. خارجیش خیلی چیز دیگه. خیلی باحال‌تر. آقا من یه ایده دارم. برای بچه‌ها سوال هست. سیب زمینی سرخ کرده رو همه دوست دارن دیگه. سس ایرانی خوبه یا خارجی؟ ایرانی. واقعا سوال. نه. سس ایرانی بهتره یا خارجی؟ هاینزو خوردی؟ ببین کلا تو عرصه فست ایران یکیش از هاینز جلوتره. میزنه. اوکی هاینز دلپذیر تا حالا خوردی؟ آره دلوسه هم خوردم. دلوسه محرام هم خوردم. سحرم آقا خوردم. بهترین بیشتر سس رو خوردی، آقا یه دقیقه هم وایسا شده وایسا دیگه. ما باید روی یه سس ایرانی توافق کنیم. تو چی خوردی؟ کدوم قشنگی؟ سسه؟ من خارجی خیلی بده. من میگم مهرام. منم میگم محرام. نوتلا. کالا هم خوبه ولی. سس خرسی نمیشه بچه‌ها. سس خرسی از نظر سیاسی مشکل داره. ما میگیریم. این چرا قهوه‌ای سس هاینز؟ هاینز. من اینو یه بار خریدم خیلی هم گرون بود این ولی چیزا بازم اصل دوست نیست دارم. ها. اصله.
این اصله. چرا این فقط بزرگتره. چرا اصله؟ هرچی فقط میخواد خرج بکنه، خرج بذاره رو دستمون. گفتی حساب میکنم. ما اینو یه ماه میخوریم، اینو یه سال طول میکشه خب بخوریم. یه سال بخوریم بهتر از اینکه یک ماه بخوریم. این میخواد حساب کنه. کی میخواد حساب کنه؟ تهش از تو من در میاد بابا. کجات؟ شما دوتا میخواین حساب کنید. یه اصفهانی وقتی پول میده از دستش نمیره، از اینش میره. ما برای سس رفتیم هزینه کردیم ها، رفتیم سیب زمینی. دستاتم برای غذاست. میگه یه لحظه سوسیس که ننه مزه وجود آمد. نمیده سس بمان. دختر همسایه اومد. اینجا باید بفهمیم کدوم سس رو باید بمالیم. سس دقیقاً. خارجی یا سس ایرانی. آقا بچه حال میکنی هزینه کردیم برای ویدیو. خجالت میکشم هم چیزی بزنم. سس هاینز. سس هاینز. سس خرسی. چه جوری؟ ظرف. ما ظرف داریم. ما ظرف داریم. آقا نفر یه سیب زمینی بعد داریم سس بزنیم. نه ما هزینه کردیم ظرف خریدیم. تو مگه نمیخوای فقط سس رو امتحان کنی؟ سیب زمینی چی میگه؟ سیب زمینی رو میزنی تو سس میخوری آقا دیگه. بچه بازیه سس رو بعد اینجوری امتحان کنی نگاه. داشت خیلی کثافتی. خیلی ما آدمای کثافتی. با شخصیتی بودیم. ما با شخصیتیم. ما با شخصیت. ما با شخصیت. ما 100 با شخصیت. ایوه خیلی بد زدی. این سس خرسیه. سس خرسی رو بارها خوردیم خب. سس خرسی خوبه. من بهش اعتماد میکنم. سس خرسی عالیه. من به سس خرسی اعتماد دارم. منم بهش اعتماد دارم. حالا منم برای انتقال سیب زمینی از زمین به دهن بهتره. عالیه. برای سیب زمینی فوق العاده است. برای انتقال سیب زمینی. برای انتقال سیب زمینی عالیه. امروز میریم تو گونی. آقا ما فقط دلغکیم. هیچ نظر سیاسی نداریم. نه دیگه ما داریم در مورد انتقال سیب آقا زمینی دیدی ما صحبت. چقدر فقیرم متوجه شدی؟ اینو سس زدی. ناخودآگاه همینو در آوردم لیست زدم. اصلا برام مهمم نبود. ازش اسپویل شدی. سس خرسی رو دیدیم نه دیگه. اونو نذار رومیز وای دهنت سرویس. خب اینو یه دلیلی داره گرفتم دستم دیگه. یاد نشون بدم بچه‌ها. اینجوری میشه سس می‌خوای بزنی واسه هاینز. بعد سس هاینز میپاچه. ببینی این 100 سال سس خرسی نمیتونه این کارو کنه. الان دوباره واسه زمینی میخواد تست کنی؟ الان دوباره حرف سیاسی زدی؟ این که سس خرسی نمیتونه پرت کنه. آره. آقا خیلی سوسولی. هاینز میزنه. من سس خرسی رو دوست دارم. هاینز خیلی تست کرد. خیلی بیشوری. هاینز میزنه یا نه؟ بذار قیمتشو ببینم. فکر کنم قیمتش 150 160 تومن باشه. قطعا از سس خرسی خوشمزه تره. ولی سس حالش به اینه که زیاد بزنی. خب این گرونه. 150 50. قطعا این من اینو بیشتر است. میشه. آره قطعا خوشمزه تره. این ولی بهتره. تو میخوای یه ماکارونی تخم بخوری. خب دلت میاد اینجوری سس اینجوری بزنی. نزن دیگه. از این میزنی کم میزنی ولی خوشمزه. آقا سیگار نگیریم به نظر. نه بگیریم. مخاطب های ما سیگار بدآموزی داره. به اگه نظر من. بکشن چی؟ اگه بخوان قطعاً بدونن خارجی مخاطب داریم که سیگار اگه بکشه ولی کار بخوام بدیه. بدونن خارجی بهتره یا ایرانی جاش نیست تو یوتیوب. ما باید بکشیم بفهمیم. الان چی با چی؟ بهمن خب برو. الان کی اینجا باید سیگاری بفهمیم. هستن؟ من که بذار سیگار رو بگیریم. بذار بریم اول سیگار. بچه‌ها بگیریم. برای اولین بار تو یوتیوب فارسی می‌خوایم سیگار تست کنیم. بهمن رو گرفتم با ماربورو. خنک بامزه فانی. حالا که خریدی پولشو دادی میفهم. شرک شامپاین نگیریم. شامپاین خوب بزنیم باز کنیم. فارسیش چیه؟ ایرانیش چیه؟ شامپاینه دیگه. به نظر من که کاملا یکیه. شامپاین یا لیموناد؟ واقعا آدمای بیشوری هستیم. نه جوابشون کاملا دوستان، شبیه همه. فقط سبزن. خب. همین. الان یعنی خب. تو شامپاین و اینم بیسکویته و یکی باشه. این همونطور آب که- داره این آب نداره. همونطور که لنگوروز هیچ فرقی با 206 نداره این شامپاین هم هیچ فرقی من با اینو باز من واقعا ببینید همیشه بچه‌ها، دیدم اینا رو باز میکنه. ما واسه این اونا بده بازش نه ما واسه این 600,000 تومان پول دادیم آره. که مقایسه کنیم که آره. ویدیو جذاب آره. شه. 600 تومن اینو دادیم ولی نرفتیم چیز درست بخریم. چرا آخه لیموناد؟ درست این چیه؟ لیموناد و شامپاین یکی اصلا نیست. وایسا اصلا از رو جعبش یه نگاه بنداز. این چه طعمی میده؟ نخوردم تا ما حالا. نمیدونیم. زینویا نه اما روشو ببین شبیه مثلا چیزهاییه که مثلا طلسم پیتر پن توشه. بده نه ما اصلا نمیدونیم چه جوری باید بازش کنیم. ابله اینو باید بکشی پایین اول بعد اینشو بپیچونی. تکونش بده. برو یا علی تکون. بده من بابا بلد نیستی یه لحظه بده. واقعا همونجوری باز واقعا فیلمو الکی نبود. من چوب پنبهشو میخوام. نظرت چی بود؟ نه هر چیز نخورم کف از اینایی که باهاش تامو میکش جری تو کارتون. لیموناده. همونه خفه شو. خفه شو. همونه اصلا مزه شرک نداره. الکل داره؟ نه همونه هیچ فرقی نداره. اون خوشمزه ترم هست. حال خوشی ندارم 600,000 تومان فقط به خاطر اون پرت آره. شدنش بود.
چرا داری چوب پنبهشو میخوری؟ چه میدونم تا ندیده بودم. هر چی ندیدی میخوری. اولین بار ببینی میخوری. خدایی من ازشون فرقی نداره. اون دیگه نمیره توش. میشه دست خوشه مگه؟ برای مره. آبا اگه میرفت که اونجوری پرت نمیشه. اینجوری نیست بده من. حجم زیاد نمیره وایسا. هی خدا. ببین تا آرواره‌شو تا اون زبون کوچیکه است اینجوری تکون میخوره تا اونو مالید دوره این شامپاینه به غیر از اون لذت باز شدنش که الان تو ویدیو دیدی که اونم یه باره فقط. اونم دیگه فقط اون یه چوب باره. پنبه توش نمیره. به جاش میشه یه کاری کرد همونه. یی این چه باحال بود. چوب پنبه کو. چوب پنبهش کو بابا اینا تو کرج این پر بسته میشه. بندیش خوبه معلومه بابا خارجی. اینا همشون تو جاده کرج پر میشه بس خدا. این خرگوشه. یه فکت واقعا دارک بگم بچه آموزنده است این خرگوشه نماد شرکت نسل است نسل کارش کاکائوه کاکائو رو از آفریقا میارن یه عالمه کودک آفریقایی تو آفریقا هر روز میرن سر درخت زجه میزنن ازشون بردگی کشیده میشه بهشون فقط غذا میدن که این شکلات‌ها ساخته شه الان بیشتر میشه. بریم آیتم بعد چرا اینو بر نداشتی؟ نمونه ایرانیش چیه اینو. کودک آفریقایی. برو اونور. تو زندگی من قانع نشد این از کجا معلوم شونیز تمام. بریم تست کنیم بچه‌ها ما یه چیزی کشف کردیم این جینگلی هایی که توش تکون میخوره فهمیدیم اینا پشمکه اینو ماتیو گفت. ماتیو فهمید سرچ کردم و فهمیدم. به جای این کارا میرفتی چوب پنبه رو پیدا می‌کردی چون پیدا نکردم صفحه ساخت چوب پنبه رو سرچ کردم بعد رسیدم به اینکه اینا این توش پشمک. پشمک داره باریکلا آیتم بعد نه اینه. آیتم بعد بیا اینو بگیر معرفیش کن. چرا ایرانی رو من کنم معرفی. بچه‌ها من اوکی ام اینو بچه‌ها بهتون گفتم دیگه سیاه‌پوستا به خاطر این میمیرن من به اون دست نمیدم نسکویک. بابا تو دیگه خیلی نجات پرستی داشتم. مال شونیز حاجی ناموسن ایرانی خوشگل‌تر به نظر میاد حاجی ایرانی‌ها از قدیم من به فکر کمیت بودن. حاجی به خاطر این هیچ سیاه‌پوستی کشته نشده به خاطر این یه عالمه بچه سیاه‌پوست بیگاری کشیده شده ازش اونو تو هم اول خوردی؟ میخوام طعم اسارت بشوره ببره خوش. بیا بیا ببینم. این سارت طعم خوبی داره. واقعا خوشمزه است. ایرانیش هزار هیچ میزنه بیا ایرانیش اصلا خیلی خوشمزه تره فرقی نداره. خوشمزه تره مزهش بیشتره بابا با کلوفته. ایرانی هزار هیچ میزنه ایرانی میزنه. هم ارزون دارم. آقا هم بچه سیاه‌پوستی اذیت نشده برای ساختن اینا هم گنده تره هم ارزون تره خیلی به اون فکت علاقه داری یا؟ آقا کره بادوم اصلا کره بادوم زمینی خواستگاهش خارجه تست نکنیم؟ اینو آره. نه این جیفو شیررضا؟ جیفو نگیریم. چرا جیف بده چون گرون است نمیصرفه. 452,000 تومانه. کره بادوم زمینی جیف خارجی آقا گرون با یه اصلا اسم ایرانی رو دیدم وایسا اسم نوتالله. اینو تو ویدیو قبلی تست خیلی کردیم گرون است نمیصرفه. نوتالله. به هیچ آقا. وجه نمیصرفه. اسمش عالیه آقا. شیررضا کره بادوم زمینی چوسیه. می‌خوایم ببینیم ایرانیش بهتره یا کره بادوم خارجیش زمینی چوسیه. خریدیم تموم شد تو خوردیم که خریدیم. من چرا میکشم خریدی؟ بریم من به اسم شیررضا بیشتر از جیف اعتماد دارم. کره بادوم زمینی چوسیه. کره بادوم زمینی یک چیزیه که یک دیالوگ اضافه بکنه به فیلم‌های خارجی که بگن من به کره بادوم زمینی حساسیت دارم. حساسیت دارم تا حالا یه آدم دیدی به کره بادوم زمینی حساسیت من. داشته باشه تو به تنها چیزی که تو نمی‌خوری. حساسیت آقا داری حساسیت داره من تو فیلم‌ها دیدم. حساسیت داره. باز که میکنی این قشنگ کیفیت ولی خب این 500,000 تومنه این 160 تومنه اوه ایرانیه رو باز کردم بچه‌ها و با اولین چیزی که مواجه شدم روغن خیلی زیاد بود. بده این اطلاعاتو تو از کجا داری آقا خارجیه رو باز کردیم سفته اونم روغن داره ولی این خیلی بیشتره. این یوریه ببین قشنگ اینو تازه روغنشو بدی بره اینو بریزیم. میشه این اینم الان میریزیم. پشمام روغن نداره. اصلا روغن نمیاد سختی خیلی به سختی یه قطره دو قطره. آقا به نظرم اول ایرانیه رو بزنیم ایرانیه نمیچسبه به قاشق به سختی میچسبه به قاشق اصلا این بده یعنی یه چیز بد. ببینیم دیگه حالا من با اینکه حساسیت دارم ولی میخورم. آدم باید با ترساش روبرو بشه. حساسیت داره یا اول میچسبی بدبخت خشک میشی میمیری بدبخت میشی یا حساسیت هم نداری میمیری بیچاره میشی یا بی افت میشی یا کم کرد یه تیکشو کندیدی بگو به دوربین نگاه بگو با اسمش چی بود شیررضا الان شیر رضا دهنت شیر رضا تا ته. شیر میخوای نه نه بیا شیر رو- شامپاین بخور. بیا شامپاین بده. بیا آره این شامپاینه در نداره بذار بخوریم تموم شه خارجیش هم بریم بریم. حاجی احساس می‌کنی داری چیز کیک برمی‌داری ببین. آقا منه. پر بادوم زمینیه. من دوست ندارم بادوم زمینی رو این حس کنم سوپر اولترا کرانچیه. دناپلاس توربو. یعنی حالت‌های مختلف داره آره من کجا می‌دونی خب خریدم برای باشگاه خریدم. آقا خوشمزه است هم زنجیری میده. آدم نشدی نه تو یه بار این درت آقا نه. من کم نمیفهمم مزه‌شو.
از هیکل مشخص. بگو با میشه ببین خیلی خوبه. واقعا خوشمزه. میارزه. جیف 452,000 تومان بود. این 130,000 تومان بود. ردبول خب بیگ بر. احمق بیگ بر ایرانیه. بیگ بر که ایرانیه. بیگ بر ایرانیه. روش آلمان داره داشت آلمانیه. بیگ بر ایرانیه. خفه شو. بیگ بر کاملا فارسیه. بیگ آقا ما بر یه سری روابط نزدیک با آلمانیا داریم. نه، ولی اینجوری چیزا نه. ما- یوتیوب پارمون دیگه نه اینقدر که بخوایم براشون بیگ بر خوبه بیگ دیگه. بر ایرانیه. آره دیگه. همه دارن فروشگاه رو میبندن. اینم تست میکنیم. همه انرژیزاها یادمه 50,000 تومان بود. بیگ بر 12,000 تومان. گاو قرمز یا خرس بزرگ؟ بله خرس بزرگی؟ ردول چیه؟ اول ایرانیه. من از جفت نوشیدنی انرژی زاها متنفرم. ادی عاشق نوشیدنی انرژی زاه برای بار هزارم. بیگ بر خوشمزه است. مزه آدامس خرسی خیلی زیاد میده. هیچ فرقی با هایپ نداره. بده. بیگ بر خیلی خوبه. لیاقت نداری. خب شما نظر بدید. من هیچ ایده‌ای ندارم. بیگ بر که خوبه. بریم ببینیم ردبول. کیا مثل منن تو کامنت ها بگن معتقدین همه نوشیدنی انرژی زا مزه آدامس خرسی میده؟ ردبول حتی باز میشم صدای خوبی صدای میده. جذابی میده. بوی آدامس خرسی از فاک. نظریه نامحبوب میدم بیگ بر خوشمزه تره. حلقه تاش. بیگ بر خوشمزه تره. آره ایرانی بهتر شد پس. این چنده؟ این فکر کنم 200,000 تومان باشه. این 40-50 تومان. 32,000 تومان. جوجو نداره. جوجو ایرانی با کرونا. ببین جوجو ببین این آیتم نمیدونم چرا ولی تو تهرانش کمیاب حدودا. چیه؟ مزه زهرمار میده. یه نوشیدنیه که چرا داریم اینو میگیریم؟ خیلی دوست دارم و دوست داری؟ خیلی گرونه. من دوست ندارم. دوست داری؟ کسایی تلخ بازن اینو پاره میکنن. تو تلخبازی؟ نه. تو تلخبازی؟ منم که تلخباز نیستم. عرفان ما چرا تلخباز. داریم اینو میگیریم؟ عرفان عرفان فیلم تلخ برداره. آدمه. مصاحبه احمدی نژاد دیدی با خانومه؟ آقای احمدی نژاد به زودی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه. شما ترجیحتون اینه کی برنده بشه؟ آقای دونالد ترامپ یا جو بایدن؟ برای شما فرقی میکنه؟ من از شما سوال میکنم. نظر من مهم نیست. چرا مهم نیست؟ شما یه انسانی. یاد بگیر از مموتی. نمیصرفت. این رقیب اون کروناییه که اونجا گرفتیم. اولا شیشه ایش هم هست. کجا اینجا نداره ولی خب هست. جوجو شیشه ای من تو عمرم ندیدم. ایستک داره. ایستک. شم. آقا شمس. شمس صد ناموس شمس. ایران. جوجو بچه‌ها میدونین که میدونین جوجو رو با چرا گذاشتی جوجو جوجو نه این جوجو بزرگه. نه، این جوجوه. این جوجو می‌خوایم. میدونی با شمس چیکار میکنن؟ الکل درست میکنه عرق میخورن. دوباره اومدی. باس فایت اصلی اومد. بچه‌ها میخوام برای اولین بار تو ویدیو ممنتو آقای موسویان فقط همینقدر حضور داشت. آقای موسویان آقای عیاشی همینقدر حضور داشت. کرونا بچه‌ها کرونا. شمس. داریوش یه چیزی یادم داد. گفت اینو بذار اینجا. آره دیگه. قیافش عالیه. من عقده‌ایم کثافت. خیلی کثیفی. من عاشق این بودم. دهنتو آماده کن اینم قراره کف کنه. بکن تو دهنت. بده بالا. بچرخون. نریز رو من. بابا دهن تو رو سرویس. توپ میخوای؟ بچه اومد ببینه چی شده. هیچی کل هرچی تو مدویات دهنش بود و ریخ رو ما. خل اصلاحش کردم. کثافت. چقدر گاز داشت. من واقعا دوست ندارم اینو تست کنم دیگه. تا لوز المعده متیو خورده به این چیزا. خیلی تلخن گفتشون. آقا ما شعورمون به ریویو این دوتا نمیکشه. تلخباز اصلیمون بچه‌ها. عرفان عاشق چیز تلخه. نظر بده عرفان. این حس کیفیت بیشتری میده. شمس خوب نیست؟ نه یه جوریه مزه. کرونا رو بخور. کرونا بیشتر کیفیت داره. کرونا خوبه. کرونا دوست داشت 2 بار خورد. جور خاصی روونه. آره. قشنگ حس کیفیت میده. اینو میبینی چه حسی داره؟ نگاه میکنی چه حسی داری بهش؟ حس اصالت. شفاف. احساس میکنی از مثلا یه جای انگلیس در اومده. آره. کینگه. پس به عنوان یه تلخباز اینو قبول داری؟ اینا اگه حالشه. قیمتش 3 برابر باشه این چی؟ اینا 200 خورده ایه. من آره. همیشه تا 100 تومن خرج میکنم تا حالا اینو نخریده بودم. اینو میخری یعنی؟ نه دیگه تا 100 تومن خرج میکنم. دیدی بچه بودی صبونه چی بهت میدادن؟ نون و پنیر و چای. آفرین نون و پنیر تبریز. ببین یه پنیری بود درشو وا می‌کردی ریت میسوخت. بعد بابات معتقد بود این بهترین پنیریه که وجود داره. نه پنیر روزانه میخوردیم. عرفان حداقل عرفان درسته؟ عرفان باباش ترکه. چه ربطی داره؟ کلا باباهای ایرانی یا بابای تو ترکن ترک مگه؟
نه ولی تو با رفیق ترک داشت یه جایی بود اون بالاهای ایران خب یه پکی می آورد جوری باز میکرد پنیره رو در می آورد پنیره سبز بود بعد ریت میسوخت بعد اصلا نمیتونستی سمتش بری بابایم میذاش لای پنیر رو میدیش کشید رو نون میخورد میگفت به به مین وایل یه آدم آمریکایی صبح از اینا میخوره از اینا صبح میخورن این اسمش چیه؟ ممه چیه؟ این سیریاله ممه دوتامی اینها ممه این چیه؟ اینو دیگه نمیتونی مزه بریزی عزیزم چشماشم رنگیه تنها کسی که اینجا عینکش این شکلیه اینه تنها کسی که موشو سیبیل قویه اصلا این موسیبیل نداره چشماش آقا رنگیه شبیه توی دیگه. این چشاش آبیه من سبزم خب چه فرقی داره؟ بابا ریش و سیبیل شبیه ادیه هیچ عینک شبیه متیوه من شبیه امنمم ببین اصلا ام اینجا اصلا وجود چی هست؟ نداره کوکو؟ نگاه کن من الان شبیه این نیستم نگاه کن بگی نه هیچ ربطی به این ببین نداره. شبیه اینه این اصلا اینجوری نمیخواد اینجوری میخواد با 500,000 تومانی 70,000 تومانی من ام که در واقع میشه ممه میزنه من امه؟ آه راست میگه امینمه آقا جنس 70 تومانی ایرانی توش این شکلیه بازا بازش هم کنم آه شبیه نون خشکه نون خشک سیاه بوی خوبی هم نمیده بوی چی بوی الکی آقا از این خوشگل تره توش نگاه کن 500,000 تومان توش یعنی چه شکلیه خیلی خوشگله توش پر اسمارتیز بوی بدی داره ببینم بوی بدی داره بو خیلی غذا خوبیه سگ این. میده توش بچا اسمارتیز داره ببین بریزین تو ببینم نه اسمارتیزاشو دیدین دیگه ببین چی کار کردی حاجی چقدر اسمارتیزش خوشمزه بود اسمارتیزای ایرانی انقدر خوشمزه نیست اینو باید ساب کنیم یا همینجوری بخوریم بخور دیگه بابا متیو خیلی این آدم‌های متمدن رفته ساب کنه که خوشمزه ترشو بخوره اما اینو بخور اینو تست نکردی یه سری آدم بی تمدن نمیذارم به ما متمدن برسه بیا داداش تو موکم دهنت تو چه جوری همه جا تو میمالی بقاشو خوشمزه نبود کدوم خوشمزه نبود؟ گرونه این بد بود. این چی؟ این از اونم بدتره صابونه فقط نون پنیر نیم بود بس مامانای ما یه چیزی میدونستن بهمون نون و پنیر و چایی میدادن با گردو نه اینو بخری نه اونو بخری اون چیپوف آبیا هست بالشتی اونا امامن خیلی ممنون که بچه ها این ویدیو رو دیدی از این ویدیو نتیجه میگیریم که سیگار نکشید سیگار نو تو سیگار نمیخوری؟ نه بخور آجی پشت جمله داره ببین جمله کی خفن تره جمله تو چیه دیگه برنگرد جا تو عمر گرفته برای من نوشته سلامتی رفیقایی که سر قرار گوشهاشو سایلنت نمیکنن خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدی بریم چوپنبه رو خداحافظ